الآل نور من سراج محمد، والصحب نثر يديه بالأطياب، رحماء بينهم ولكن في الوغى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران و برادران گرامی، در این سری برنامه ها انشاءالله در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود تا ساعاتی را با سیره و زندگانی پاک رسول الله صلی الله علیه و سلم سپری بکنیم. ما در این سری برنامه ها می پردازیم به یک گوشه و یک زاویه از زوایای سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم که همانا روابط نسبی و سببی و وصلت هایی است که در میان رسول الله صلی الله علیه و سلم و دیگر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنین در میان صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم قائم و برقرار بوده. متاسفانه در بسیاری از کتابهایی که درباره سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب بزرگوار ایشان و اهل بیت ایشان مطالبی بیان شده و کتابهایی که در این زمینه نگاشته شده، این جنبه از جنبه های سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را کمرنگ جلوه دادند. فهمیدن و درک عمیق روابط اجتماعی رسول الله صلی الله علیه و سلم با اصحابش و همچنین فهمیدن روابطی که در میان صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داشته، اعم از رابطه های نسبی و رابطه های سببی و وصلت ها، اگر اینها را ما به صورت کامل دریابیم و نگاهی بیفکنیم بر این روابط، قطعا به این نتیجه خواهیم رسید که این جیل و این نسلی که نسل نخست مسلمانان و تاریخ اسلام بوده، بهترین و برترین و پاکترین نسلی هست که در روی زمین الله متعال آفریده است. زیرا که ما در میان روابط در میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و از طرف دیگر اهل بیت ایشان، در میان این روابط ما صفا را میبینیم، صمیمیت را میبینیم، خیرخواهی و خیراندیشی را میبینیم، احترام متقابل را میبینیم و تمامی معانی اخوت و برادری و برابری را آنگونه که اسلام به ما آموخته و آنگونه که باید در میان ما باشد، در میان اصحاب رسول الله و اهل بیت ایشان ما مشاهده میکنیم. قبل از همه شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم که محور اصلی تمامی این روابط هست، مرکز تمام این رابطه های در میان اصحاب و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و نقطه وصلش شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. همان گونه که ما میدانیم الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم را در ادوار مختلف تاریخ، در زمانهای گوناگون و متعدد و متوالی که از آفرینش انسانها و حضرت آدم گرفته شده تا زمان خاتم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، در این میان و در این زمان گزینش هایی را الله متعال انجام داده. انتخابهای بسیار متعددی صورت گرفته که نتیجه تمامی این گزینش ها و تمامی این انتخابها شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. در یک حدیث صحیحی که در صحیح مسلم روایت شده، حضرت واثله ابن الاسقع رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان الله اصطفى کنانة من ولد اسماعیل.
الله متعال قبیله کنانه را از اولاد و از نسل و از دودمان اسماعیل برگزید. و استفا قریشا من کنانه، و از میان قبیله قریش، این تیره و قبیله از میان کنانه قریش را برانگیخت و برگزید. و استفا من قریش بنی هاشم، و از میان قبیله بزرگ قریش الله متعال تیره بنی هاشم را انتخاب کرد و برگزید. و استفانی من بنی هاشم، و مرا از بنی هاشم برگزیده، یعنی از اولاد کنانه اسماعیل انتخاب شده و از اولاد اسماعیل قریش و از کنانه قریش انتخاب شده و از قریش بنی هاشم انتخاب شده و از بنی هاشم رسول الله صلی الله علیه و سلم انتخاب شده. پس بنابراین رسول الله صلی الله علیه و سلم برگزیده برگزیدگان هست. تمامی گزینش هایی که انجام گرفته، انتخاب های متعددی که صورت گرفته، نتیجه تمام این خوبی ها و این گزینش ها جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. پس بنابراین همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم برترین پیامبر الله متعال هست، همان گونه که ایشان برترین پیامبران اولوالعزم هست و موفق ترین پیامبران الهی بودند و رسالت ایشان یک رسالت جهانی بوده که تمام زمانها و مکانهای بعد از ایشان را در بر می گرفته، به همین گونه نسب رسول الله صلی الله علیه و سلم یک نسب گزینشی هست. انتخاب شده رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرون متمادی و در زمانهای متوالی و نتیجه انتخاب از تمام نسلها حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. در حدیث دیگری که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند و امام بخاری رحمت الله علیه آن را برای ما نقل کرده، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا، من از بهترین قرن بنی آدم، از بهترین نسل بنی آدم من انتخاب شدم. قرنا فقرنا، هر قرنی بعد از قرن دیگر من انتخاب می شدم. از میان تمامی دودمانهایی که به وجود می آمدند و نسلهایی که بودند، الله متعال در هر قرنی یک گزینشی انجام می داد. حتی کنت من القرن الذي کنت فیه، تا این که در این قرن رسیدیم، در قرنی که من متولد شدم، من به دنیا آمدم و الله متعال منو برگزیده. پس بنابراین موضوع سخن ما در مورد برگزیده ترین انسان تاریخ است، از نظر نسل و نژاد و نسب، از نظر علم، از نظر تمامی فضائل و تمامی مکارم اخلاقی و فضائلی که از جانب الله متعال به انسانی عنایت می‌فرماید، یا این که فضائل کسبی هست که انسان می‌تواند آنها را کسب کند. موضوع سخن ما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم جامع تمامی کمالات نسبی و جامع تمامی کمالات عرفانی و اخلاقی هستند. و قطعا ما می‌دانیم که اگر الله متعال از قبیله از اولاد اسماعیل کنانه را برگزیده باشد و از کنانه قریش را برگزیده باشد، معنیش این هست که تمام اصحاب بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم که از قبیله قریش بودند، یعنی این که در یک مرحله الله متعال اونها را انتخاب کرده، همون گونه که از میان قریش بنی هاشم را برگزیده، از کنانه تمامی قریش را نیز برگزیده و نهایتاً از میان بنی هاشم رسول الله صلی الله علیه و سلم انتخاب شده. یک انسان برگزیده، یک انسان پاک و وارسته، انسانهایی را که برای همراهی خودش و برای مصاحبت خودش و برای داد و ستد انتخاب می کند و برای وصلتهای خودش انتخاب می کند، قطعا آنها هم انسانهای وارسته‌ای هستند، انسانهای برگزیده و انتخاب شده‌ای هستند که از میان تمام انسانهای اون زمان انسانهای برتر
و با فضیلت‌های بیشتری بودند. بدین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را گرداگرد و پیرامون خودشون جمع کرد و آنها را تربیت نمود و تزکیه نمود. و انشاءالله بعد از مشاهده یک میان برنامه کوتاه در خدمت شما خواهم بود و بقیه مطالب را خدمت شما عرض می کنم. تا آن زمان با ما بمانید. وصال حق، ندای حقیقت. الحق من ربك فلا تكونن من الممترین. این فرمان حق از سوی پروردگار توست، بنابراین از تردید کنندگان مباش. آری بینندگان عزیز و ارجمند، عرض می کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم برگزیده برگزیدگان هست و افرادی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت فرمودند و آنها را از جاهلیت به اسلام آوردند و آنها را تزکیه فرمودند، آنها هم انسانهایی بودند که الله متعال آنها را برگزیده بود و انتخاب کرده بود برای مصاحبت و همراهی و همرکابی رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما در روایاتی داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق فرمودند و ترغیب نمودند اصحاب خیش را، پیروان و مسلمانان را و پیروانشان را که ای مسلمانان، شما نسب خود را بشناسید، یاد بگیرید، فرا بگیرید. اون نسب نامه و شجره‌ای که وجود دارد در میان شما، در میان قوم شما، اینها را شما باید فرا بگیرید. و در حدیثی که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده، ایشان می‌فرمایند تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم. از نسب خودتون حداقل به اون اندازه یاد بگیرید و فرا بگیرید که بتوانید صله رحم بکنید. فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثرات في المال منسأة في الأثر. زیرا که صله رحم باعث محبت در میان خانواده و در میان اهل خواهد بود و همچنین سبب فراوانی مال و ثروت و در آخر سبب طول عمر خواهد شد. این حدیث رو امام ترمذی رحمت الله علیه نقل کرده و علامه آلبانی رحمت الله علیه این حدیث را صحیح دانستند. پس بنابراین هر مسلمانی باید نسب خیش را بشناسد و بداند که چه کسانی خویشاوند او هستند تا با آنها ارتباط برقرار بکند، رابطه خویشاوندی و صله رحم را داشته باشد. و در رأس تمامی مسلمانان و قبل از این که بقیه مسلمانان این دستور رسول الله صلی الله علیه وسلم را بشنوند و به آن جامه عمل بپوشانند، شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم بر این دستور خودشان عامل بودند و این گونه بودند و صله رحم می کردند، خویشاوندانشان را می شناختند و با آنها ارتباط بسیار نزدیک و صمیمانه داشتند. خویشاوندان رسول الله صلی الله علیه و سلم، اهل بیت ایشان و اون کسانی که با اهل بیت اتصال داشتند و روابط نزدیک و حسنه ای را داشتند، روابط نسبی و سببی و وصلت هایی را داشتند، آن انسانها به نظر شما چه کسانی هستند؟ هیچ گروهی نیست مگر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که بسیاری از این اصحاب بزرگوار ایشان و همراهان رسول الله صلی الله علیه و سلم که امروز مورد طعن و لعن قرار گرفتند و بسیاری از انسانهای مسلمان نما اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را به باد تمسخر و انتقاد گرفتند،
اینها جزء انسانهایی بودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را به عنوان خویشاوند خویش و به عنوان ذی رحم خویش و ذی القربای خویش انتخاب فرموده بودند. ما می‌دانیم که هر انسانی اختیار دارد که با چه قومی، با چه قبیله‌ای، با چه خانواده‌ای وصلت بکند، از چه خانواده‌ای برای خودش همسری را انتخاب بکند و برای دختر خویش چه کسی را به عنوان داماد خودش قبول بکند. این روابط که در آینده منجر می شوند به این که خویشاوندان جدیدی برای انسان پدید بیاید، این گزینش ها در اختیار انسان هست. انسان می تواند با اختیار خودش همسری را انتخاب بکند تا این که در آینده فرزندانش از جهت مادری منتسب به چه قوم و قبیله‌ای باشند. می تواند برای دختران خود شوهر مناسبی را انتخاب بکند تا اینکه نسل این انسان فردا از جهت دخترش مثلا به چه قومی وصل بشود و اون فردی را که به عنوان داماد خودش در خانواده خودش آورده و جزء خانواده خودش قرار داده معلوم بشود که از چه تیره و چه قبیله‌ای هست. اینها در اختیار انسان هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما دستور دادند که شما به عنوان مسلمان بهترین ها را انتخاب بکنید، هم در زمانی که برای دخترانتان یا خواهرانتان یا دخترانی و زنانی را که تحت تکفل شما هستند انسانهای پاک و صافی را، انسانهای با ایمان و با اخلاقی را انتخاب بکنید. و همچنین به ما دستور داده که هنگام انتخاب همسر مواظب باشید از یک قوم و قبیله‌ای که اصالت داشته باشند، اخلاق داشته باشند، ایمان داشته باشند، بروید دختری را انتخاب بکنید. پس بنابراین اون کسانی که اومدند با رسول الله صلی الله علیه و سلم و با خانواده بزرگ اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم وصلت کردند، به این معنی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم این افراد را انتخاب کرده، دامادهای رسول الله یا دامادهای بقیه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینها توسط خود اهل بیت انتخاب شده اند. یا اون کسانی را که اهل بیت رفتند دم در خانه آنها و از اونها از دخترشون خواستگاری کردند، به این معنی هست که اهل بیت رسول الله این انسانها را و این خانواده ها را برگزیدند برای مصاهرت و برای وصلتی که میخواستند انجام بدهند. و در میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیاری از اصحاب ایشان بودند که انگشت نما بودند، به عنوان نسابه معروف بودند، نسب شناسان معروف قریش بودند، مانند حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، حسان ابن ثابت و حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنهم اجمعین. ما می‌دانیم که در میان عرب این نسل و نژاد بسیار اهمیت داشت و حتی به این افتخار می‌کردند که ما از فلان قبیله هستیم و از فلان تیره هستیم، آبا و اجداد ما فلانی و فلانی بودند. این مآثر و افتخارات خودشان را در طول تاریخ برمی شمردند و ذکر می‌کردند در اشعارشون، در مجالسی که به عنوان فخر فروشی اون مجالس را منعقد می‌کردند، در اون مجالس ذکر و یادی می‌کردند از بزرگان خودشون و از در واقع آبا و اجدادشان. پس بنابراین وقتی که ما این مطلب را بدانیم که عرب در زمان خودش افتخار میکرد به نسب خودش، پس بنابراین هیچ عربی که افتخار به نسب میکرد، افتخار به نژاد خودش میکرد، نمی آمده تا از یک خانواده‌ای که بی اصل و نسب باشد، بی ایمان باشد و مخالف دین اسلام باشد، خصوصا بعد از اسلام نمی آمدند و نمی خواستند از چنین انسانهایی و از چنین خانواده‌هایی برای خودشون همسرانی را انتخاب بکنند. ما در این برنامه انشاءالله این مطالب را به صورت مفصل انشاءالله بیان خواهیم کرد، زیرا که شناختن نسب رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم این به ما این احساس را میدهد و این توانایی را میدهد که تا
تمامی اتفاقاتی را و رخدادهایی را که در تاریخ صدر اسلام بوده اونها را بهتر بفهمیم، بهتر تحلیل بکنیم و از طرف دیگر به این نتیجه می رسیم که چه کسانی اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و خانواده ایشان بودند تا این که حقوق آنها را آنچه را که رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین کرده این حقوق را در مقابل آنها ادا بکنیم و بپردازیم، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم در غدیر خم فرمودند که اذکرکم الله فی اهل بیتی، در رفتار با اهل بیت من الله متعال را در نظر داشته باشید، همیشه پروردگار را به خاطر داشته باشید در برخوردهایی که و رفتارهایی که با اهل بیت من میکنید. و به همین صورت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمودند که ارقبوا محمدا فی اهل بیته، مواظب محمد باشید، مراعات بکنید سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را با خوش رفتاری با اهل بیت ایشان. اینها جزء آموزه های دینی ما هست و جزء تعالیم اسلامی ما هست و با این برنامه انشاءالله ما زوایای این بحث را و این مصاهرت ها را و این نسبی را که در میان صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داشته بررسی خواهیم کرد تا اینکه به تحلیل درستی از وقایع تاریخ صدر اسلام انشاءالله برسیم. تا برنامه دیگر تمامی شما را به خداوند متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى